هدفیان مقصد ما باید رنگ نو زنده کنیم. باوری داریم که صاحب لای سخت شدیم که آن را ما میتوانیم هم برای کارهای دستی و هم برای کارهایی که در چرخ می شود استفاده بریم. و این چنین ما از همین لای شتاک‌ها می سازیم، از پکو شترچه هایی گویم که یک تراوتی گویم که میلی داشته. من اساساً در همون محفل در که در همین خوگری با خلاف‌ها سر کار دارم، از اون سببی که همین کاری مهم است، یعنی که اگر مثلا ما خلاب نریزیم یعنی کوزه نمیشود، بار نمیشود، برای رنگ کردن یعنی که مال نمیشود و از همین سبب من بسیارتر با خلاف‌ها سر کار دارم. اینچنین من با رنگ‌ها نیز سر کار دارم ولی بسیارتر با خلاف‌ها. خلاب همون کوزه باشد. ما وقتی این رو میگیریم همین طور یعنی که با یکدیگر این خلف و کلی داره، با یکدیگر پیوست میکنیم همین طور و با واسطه همین رزین اون را که محکم میکنیم برای اینکه از اون برآمده از یکدیگر جدا نشود. همین طور اصلا از کردن رنگ‌آور عبارت است، ولی از برخی از کارهای تمام این کلاهگری با خبر هستم چون پدرم به من آموختن از کودکی. ولی اصلا ما با کار رنگ‌آور مشغولیم و چون طلبگانی که پسر بچگان به اینجا میآیند آنها بیشتر با کارهایی که لای بیختن و از لای برآوردن کوزه ها مشغول میشوند. بسیار یک قرض خود میدانم که همچون یک کلاهگر آموزگار زیادتر شاگردان تیار کنیم که آینده اثرهای ایجاد کنند و این هنر را به درجه های بردارند که از ما هم باز هم پیشتر روند.